با افتضاحی که همستر کمبت بالا آورد، همه رو ناامید کرد و یک کلاهبرداری خیلی بزرگی انجام داد. اما خوشبختانه یک ایدراپ خیلی معتبر دیگه قراره همین فردا لیست بشه به اسم ایکس امپایر که همتون میدونم ایدراپ معتبر رو دارید و دارید استفاده میکنید از رباتش. و امروز قرار با هم دیگه بریم در مورد قیمت این ایدراپ با هم صحبت کنیم و ببینیم شرایطش برای گرفتن این ایدراپ چی هستش و یک سری توضیحات دیگر رو بهتون بدیم. پس حتما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید و اصلا این ویدیو رو از دست ندید. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک ویدیوی جدید و خفن آموزشی دیگه. بچه‌ها تو این ویدیو قرار با هم دیگه بریم در مورد ایکس امپایر صحبت کنیم و ببینیم که قرار قیمتش به اندازه چقدر برسه، قرار هر توکنش چه قیمتی داشته باشه و یک سری توضیحاتی که چطوری میتونید شرایط این ایدراپ رو داشته باشید، یعنی مطمئن باشید که شرایطشو دارید. چند تا نکته ریز و درشت داریم با هم، پس حتما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما ویدیو رو هم لایک کنید و چنل سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو اصلا از دست ندید. دمتون گرم، خیلی عشقی. بچه ها همتون که همینطور میدونید برای گرفتن این ایدراپ باید شما نیم تن براش واریز کنید و قراره با هم صحبت کنیم ببینیم اصلا ارزش داره که نیم تن برای این ایدراپ هزینه کنیم یا نه. خلاصه یک صحبتایی با هم میکنیم و امیدوارم که کسایی که این نیم تن رو واریز کردن بتونن یک سود خوبی از این ایدراپ در بیارن، چون بالاخره این ایدراپ برای شرایط برای گرفتن ایدراپش حتما باید نیم تن برای این واریز کنید تا بتونید از این ایدراپش استفاده کنید و بهتون ایدراپش برسه. خلاصه یک چیزی که دل بخواهی هر کی هم دوست داره میتونه اصلا واریز نکنه. چه حالا بریم سمت چند تا قسمتی که چطوری میتونیم شرایط ایدراپ رو داشته باشیم با هم و ببینیم که کسایی که الان مثلا مثل شمایی که این همه زحمت رو این ایدراپ کشیدید واجد شرایط هستین یا نه. پس حتما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. بچه همینطور که بهتون گفتم اینجا باید یک تن شما نیم تن واریز کنید تا این ایدراپ به کیف پولتون کامل وصل بشه. و اینجا هم میبینید یک سری توضیحات نوشته درباره کسایی که چطوری کار کردن، چطوری ایدراپ به اونایی که این کارا رو کردن میرسه یا نه. مثلا اینجا نوشته که بچه‌ها برای گرفتن ایدراپ باید شما سکتون بالا باشه و پروفیتتون هم بالا باشه. و یک نکته خیلی مهمی که اینجا پایینتر نوشته، اینجا تعداد دوستان این بازی براش خیلی مهمه. اگه هر چقدر شما دوستانتون رو دعوت کرده باشید این ایدراپ بیشتر بهتون میرسه. مثلا سکته و پروفیت کامل نیستش، یعنی از دوستانتون هم حتی شما درآمد دارید. حواستون باید میبودش که به اندازه کافی بتونید دوستاتون رو دعوت کنید و خلاصه از دوستاتون استفاده کنید. و همین توضیحات رو بیشتر ننوشته و چیز خاصی نگفته. خب حالا بریم سر قیمت هر توکن این ایدراپ و ببینیم که قیمتش قراره چطوری پیش بره و فرایندش چیه. چون این ایدراپ 155 میلیون گفته که 155 میلیون سرمایه این ایدراپ هستش. بعد دیگه حالا چطوری میخواد تقسیم کنه معلوم نیستش، ولی 100% این ایدراپ تا 500 میلیون احتمال داره بره. پس یعنی 155 میلیون مثلا ثابت نیستش و احتمال داره تا 500 میلیون هم بره و این اتفاق امکان داره بیفته. از خیال نکنید که مثلا 150 میلیون 55 میلیون که گفته دیگه همونه و دیگه قرار نیست اضافه بشه، ولی اینطور نیست. این ایدراپ به نظرم ارزششو داشت که باش کار کنید و امیدوارم که یک مبلغ خیلی خوبی به دست کسایی که روی این ایدراپ زحمت کشیدن بده. و اینجا هم قیمت NFT هاش هم یک سری چیزا نوشته، میتونید اینا رو مطالعه کنید و ببینید که قیمت NFT ها و وچرها چجوریه. خیلی خلاصه میتونید اینجا خودتون بخونید و خیلی راحت میتونید به دست بیارید. دیگه حرفی باقی نمیمونه، چیز خاصی دیگه نیستش بچه‌ها. هرچی بودشو بهتون گفتم. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.